ببینید کارما عدالته، تقاص نیست. یه روز مثل پیاز اش در میاری، یه روز هم مثل پیاز پوستتو میکنه. بعد یه عمر زرنگبازی تازه میفهمی آخر زرنگی رو راستیه. باید رو راست باشی. میگه از کجی افتی به کم و کاستی، از همه غم رستی اگر راستی. ببین میگه خوشبخت کسیه که حرفش با عملش یکی باشه. اون آدم خوشبخته. خوشبختی پول و ثروت نیست. اگر خداوند آدمای خوبی رو در مسیر زندگی شما قرار بده، مثل معلم خوب، مثل همسر خوب، بچه خوب، همسایه خوب، شما آدم خوشبختی هستی. ما یه مدت زمانی کوتاهی اومدیم زندگی کنیم. در این زندگی نباید به کسی ظلم کنی، نباید حق کسی رو بخوری، چون آخر این زندگی یه هیچی گنده است. میگه هر زمانی زخم کردی یک دلی را با زبانت، صبر کن تا با زمانی زخم بردارد روانت. کارما تو همین دنیاست. هر کاری کنی همینجا تقاصشو باید پس بدی، از زیرش هم نمیشه در بری. تو رو خدا خوب باشی، نذاری خوبا تموم شن. جان مولا خوب باشی.